اول در افغانستان مختصر بسیار کوتاه در قسمت گذشته یک کمی گپ میزنیم که به برادرای سابقه ذهنی پیدا شد. باز کشوری که ما و شما امروز به نام افغانستان داریم به این ترتیب 200 سال پیشتر تقریبا یا بیشتر از این کشوری رقم داریم. شکل نمی که شکل جغرافیاییش که به این شکل شما میبینی یک مشت بسته واری خوارج دیگر. این کشور از اینکه به مراتب کلان کرد و نام دیگه داشته. اما شما در تاریخ خواندید که گاهی خراسان، گاهی آریانا و امثال آن نامه‌ای داشت. و مراحل مختلف این کشور دارید. همیش مثل که روس‌ها از شمال آمدن و جز یک یا دو دفعه از جنوب سر افغانستان حمله شده. همیش حملات اقوام از بالا آمده در افغانستان. و سر از این کشور همیش چی بوده؟ حمله. و می‌بینید اینجا چین است و اینجا اروپا، اینجا هندوستان، اینجا بخارا. افغانستان یک چهارراه بوده. اگر میخواست که هندوستان برای مال تجاره و دیگه خود به بخارا برساند افغانستان از بخارا هر چیز خود که میخواست هندوستان ببرد افغانستان ببرد. اگر از اروپا هر چی که تیر میشه در چین باید در قسمت افغانستان بشه. از چین اگر میرفتن طرف اروپا و طرف عرب باید از افغانستان بشه. افغانستان یک حیثیت چهارراه داشت. انشاءالله تشریح کردم. تا این حیثیت همین نفس خود چهارراه بودن سبب شده بود که هر روز مردم در بدبختی زندگی مثل که ما شما فکر بکنیم که بین احزاب حزب باشه و جمعیت و حرکت دیگه هم یک نقطه مرکزی که راه ها از او پیش شود. مثلا این نقطه هر کس چقدر کوشش میکنه. ببینید ما شما دیدیم کارهای جهادی خواه هم یک نقطه که نمیتونه چهارراهی باشه و وقتی که اختلاف وجود داشته باشه قدرت خواهی باشه هر کس سر می چهارراه چقدر کوشش میکنه. چهارراهی که هر راه که بری باید از او پیش. یکی از عوامل جغرافیایی که بدبختی از این ملت بوده که سالهایی کشتار داده و تلف داده مسئله می چهارراه بوده. اگه یگان کنج دیگه می بود به قدر مشارفت رو برود. و یکی از سببای تحول تغییر هم در این کشور تمدن هم میبینه. چرا وقتی که در چهارراهی بود از هر جای هر تمدنی که باشه در اوجه میایه بگن. ولی همیست که در افغانستان وقتی که زمین میکنه زمینه سکه چینایی هم پیدا میشه. سکه طور مثال روم هم پیدا میشه. بخارایی هم پیدا میشه. از هندو هم پیدا میشه. وقتی که تمدن گذشتهش هم میبینن طور مثال یک مجسمه یا یک جام وقتی یک تعمیر این تعمیر رو میبینن که ولی اینی بغلش پای نه از چی گرفته شده؟ از چیز گرفته شده از یونانیست. اسکندر مقدونی که آمده بوده. اینی قسمت ها به او میمونه. اینی قسمت هاش هنرهای هندواست. اینی قسمت هاش از چین است. و یک تعمیر که در افغانستان که زیر خاک میبرن تعمیرها رو که در گذشته سعی کنن 3-4 تمدن در او تاثیر باشه. انشاءالله تشریح کرده و همون تسکن و همون قسم عناناتش و همون ترتیب مردم چنگیز که حمله میکنه میاره دیگه مردان خودیجه باقی کسی دیگه که جنوب نه مردان خودیجه میمانه فارس میمانه دیگه میمانه همین ترتیب که چهارراه از نقطه نظر مسائل خود ملیت ها یک ملیت واحد نیست. ملیت های مختلف آمده در این کاسه تاجیک است، پشتون است، ازبک است، هزاره است، نورستانی است، مچم ایماق است، باز دیگه چی است؟ بلوچ است. افغانستان که شما کردن فراموش کردن که چقدر از برادرها باید دارن ندارن از نقطه نظر ملیت ها 13 یا 14 یا 15 ملیت است. 30 لسان است. و همین ترتیب ملیت های ما انشاءالله گفته تا نیست حیثیت چهارراه بودن گفتم و این که تمدن‌های مختلف حملات مختلف در طول تاریخ شدن و همیشه از شمال آمده و به می ترتیب در است. فقط چه وقتی مسئله کمی آرام شد چه وقت در تاریخ افغانستان بخوانید از این اولش که در این کشور خون است و جنگ است و خون است و جنگ است فقط یک مدتی آرام شد. او کدام تاریخ بود؟ وقتی که مردم دیگه ضرورت به ایران نداشت مسئله کشتی برآمد مسئله بحر برآمد تجارت زیاد توسط بحر صورت گرفت توسط چی؟ بحر دیگه اینجا را روسا گرفتن دیگه ضرورت به این چهارراه نماند. وقتی که چهارراه نماند این کشور دیگه از نظارت بود مگر چیزی که دوباره مسئله افغانستان از امروز به بعد مطرح می‌سازد مثل اهمیت سابقش وارد دوباره مسئله چهارراه شده است.
حالا شما شنیده باشین در رادیوها که پاکستان عجله داره که در ایجا خود برسانه در کشورهای شب تیمانه تجارت خود شروع کنه. شنیده نشنیده؟ این کل یکی از عوامل، کل عوامل نیست، یکی از عواملی که زود میخواه قضیه افغانستان حل شود. او کدام است؟ از زمین باید سرک بشه و میگم تجارتش باید چاپ بشه. انشاءالله گفتم و او مردم به این شکل ضرورت دارن به اینجا. و روزا سرش گپ زده شده بود که خط آهن کشیده شود، یا خط آهن باید کشیده شود. کسی میگفته که این از تاجیکستان برده چین، کسی میگفته از افغانستان برده چین. این حالت نو آزاد شدنی کشورها در پالی احساس اسلامی که ایجاد کرده. چند روز پیشتر شما مجلس ها و کنفرانس ها را در تهران شنیدین که کشورها جمع شدن که از نقطه نظر اقتصادی روابط برقرار کنند. در هر از یکی از این گپ‌ها هیچ کس نمیتونه که چاره را نادیده بگیره. هر چی که باشه باید این چاره باشه. و این کشورها به این که بتونن که مواد به خود بیارن دیگر رای ندارن مگر از رای بعد و این رای بیاد در افغانستان دیگه موترهای از رو دیگه چیز ریلشان بیاد اینجا پیر شده باشه. وقتی که بخواین از غرب چیزی را بیارن اینجا باید فکر که از اینجا بیارن این که ببرن تا اینجا بسیار دور است که ببرن شده روسیه. کل رای نزدیکش این از اینجا است که از کانال سوئیس کشته ایشان انشاءالله تشته کرده. این گذشته هاش بود که چارا بود و ملیت های مختلف و جنگ های مختلف. بعد از یک مدت است که میایه و این تمدن که سقوط میکنه. یکی از علت هایش همیست که دیگه خط راه نبوده، آمده کنار. و دیگه بدبختیشی بوده که طبعا هر دفعه یک مسئله را باید بفهمید. در دنیا یکی از مسائل می بوده که هر دفعه یکی از اقوام که در گذشته مدنیت تمدنی نداشته آستاز که آمده حکومت گرفته، بعد حکومت که گرفته متمدن شده، زندگی شهری پیدا کرده، بعد عیاش شده، بعد عیاشی آمده سقوط انشاءالله تشریح کردن یا تشریح شده نشد. مثال میگم عرب ها را مثال میگم. عرب ها مردم بیابانگرد بودن. عرب هیچ تمدنی در گذشته نداشته، هیچ چیز نداشته. فقط پیغمبر خدا که میآید و عرب جمع و عرب صاحب یک فکر ایدئولوژی به نام اسلام میشه. یک دفعه است که عرب میخیزه. وقتی که میخیزه در کمترین وقت دنیا را میگیره. هم فکر داره و هم شمشیر. امی عربی که هیچ چیز نداشت، زندگی ساده دهقانی داشت، چیز داشته دیگه صحرایی کوچی داشته، آرام میره که حکومتی که گرفت آستاستا تمدن پیدا میره که در تمدنش که در اوج میرسه. در کجا میرسه؟ در دوران خلفای عباسی. میفهمین که در دوران خلفای عباسی مرکز تمدن دنیا دیگه جهان اسلام بوده و این مرکز در دست مسلمان ها بود. انشاءالله تشریح کردم. و شما در کتابا شاید خوانده باشین از عیاشیای چیز، از عیاشیای خلفای عباسی یا چه نوع عیاشی ها داشتن و به چی ترتیب حکومت داشتن و به چی ترتیب این مردم غرق فساد جواهر رو دیگه چیز بودن، زندگی تجملی بودن. یادآوریش دیگه خوب نیست. بعدم یک یادآوری میکنم که خلیفه مسلمان تاریخ نشته کرد. خلیفه مسلمان وقتی که در دربار میرفته دو طرف زینه‌ای که از زمین بالا میشده تا اوج و زینه طلایی دیگه دخترای جوان قطار استاد بوده و این چیز خلیفه مسلمان سر هر یکی از یاد دست مانده در اوج بالا میفهمید. یک دفعه بچه خدا دیگه هارون رشید مامون رشید فکر کنم عروسی میکنه و دختر یک وزیرش هست یا چیز بوده برش میده و او عروسی رو که چیز کردن چیزش یادم رفته همون مقدار مصرفش تر امیره قسم میکنه باز مصرفش هم میفهم دیگه علاوه به این که چی مصرف کرده بوده و چی تنها یک نوع طعامی که پخته شده بوده دمو زمان فراموش کردیم که دیگه چیز بوده 20,000 درم بوده یا چی بوده یک قاب نان تیار شده یک قاب نانش او را باز گفته بودن که چیز خلیفه را آورده به سلام مخصوص که دیگه با چیز دعوت تکلیف کرده هنوز خود دعوت خود خلیفه مونده گفتی را نفهمین که بچون دیگه 20,000 دینار است یا 50,000 دینار است خرچ همی شده
پس خلیفه پرسید که چیز گفتی از یک قسمت مخصوص زبان مالی است. در مالی زبان و در زبان ایرانی است. این از اینه بفهمید که گپ چیست. زمانی که بخششی شروع شد که چندین هزار نفر در اینجا بودن و هر نفر یک چیز مشک میداد، یک خلطه مشک، و در درون خلطه مشک یک کارت بود. در اون کارت مثلا این نوشته بوده که دیگه معلوم نیست که کوچی به کی میرسه. مثلا وقتی که مردک خلطه مشک میگرفتن برای چیزی باز میپولیده و کارت میکشیدن. مثلا در کارت نوشته بوده که 5000 جریب زمین قطغن به فلانی بخشش، 2000 جریب زمین فلانه جا، ما چون اینقدر ثروت دیگه جا. میبینی عیاشی وره وقتی که میایه دیگه دمی سرحد عیاشی میرسه، خداوند دیگه دمیجه که میرسانه همه تمدن ها میکشه شده. یک قوم وحشی دیگه کوچ انگیز است، هلاکو میرسه در قسمت است. و آخرین خلیفه از این که معتصم بالله است، معتصم بالله را دیسکه و وقتی که خزانه را واس میکنن، وقتی که خزانه را میبینن که ترنه که کس بگه که یک مش زمرد یا یک مشت یاقوت، یک راش اصل چیز است، چنان داره همین جواهر است. هلاکو برش میگه کالی چرا فرق نمیدی که چیز است در برابر میلم از فرق میکردی، حکم که مرا شکست میداری چرا به اسکر نداری؟ باشه بلند بفهم که معتصم چی گفته. بعد هلاکو گفته این فرق در بین جواهراتش، ولی این جواهر خود بخون. کس میگه که در بین قالین حلالش کرد، بگم اکثر میگن که این در بین جواهراتش انداخت تا موج از گشنگی دیگه عیاشی در کجا رسید. و این در تمام تمدن ها همی دیده شده. مردم آمدن وحشیتر رفت طرف زندگی. وقتی که زندگی تجملی پیدا میکنه دیگه از جهاد و از دفاع خود عاجز است. دیگه قدرت دفاع برش نمیده. دیگه خود جان خود نگاه میکنه. دیگه حاضر نیست که قربانی بده. بعد عموما چی میکنن؟ دیگه عسکر مزدور میکنن. عسکر مزدور چه رقم؟ مثلا خلفای عباسی زمانی که پیسه عرب از جنگ خلاص شد. عرب که از جنگ خلاص شد کردار را گرفت. کردار را میگفت که بیاین دیگه ایج عسکری کنین، شما را این طور مثال دیگه سال اینقدر برفان معاش. آرام همه جای کردار گرفت. کرد میگه ترکا گرفت. خلیفه در آخر قدر ناچار بود که اگر یک روز که معاش بالا نمیکرد، یک دفعه که عسکر میگفت معاش بالا کن. خلیفه که نمیکرد، خلیفه را میآوردن یک دفعه چند دفعه خلیفه مسلمان گرفتن بسته کردن در بندی خانه که تو معاش بالا نمیکنی علی جان. او از درون صدا نکرد که پس بالا میکنه، پس میآمد و پس ایلش عام تمدن ها اینه سیرش بودن. قوم وحشی شروع کرده، آمده زندگی آرام پیدا کرده. وقتی که زندگی آرام پیدا میکنه زندگی شهری تجمل عیاشی زوفه کار باز یک سر روم همی قسم شد، عرب همی قسم شد، دیگه مردم خود مغولا به می سرنوشت دچار شدن و همیشه همی قسم بود. و در افغانستان هم تمدن‌های مختلفی که بودن میرن. همین یک تعداد مردمی که در افغانستان به نام قوم تاجیک زندگی میکنن، باشندای اصلی وطن افغانستان این مردم است. نظر به تاریخ اصلی ترین باشندای است. این است که تمدن کوچک پیدا میکنه نمیاد. اما نمیبینی که در هر جای که قوم تاجیک است در شهرهاست. یعنی بازار در دست از این مردم است. خودت برو در ارگون تاجیک‌ها رسید که تو بازار ارگون در دستشان است. بازار گردیز در دست از این مردم است. هر جای بازار است. یک دور سیر خود تیر کرد. آمدن تمدن بلد شدن سقوط کردن. همونطور کنی ازبک ها آمدن در زمان سین باقراس و کی دیگه سلاجقه و هر یک در حد رسیدن سقوط.